شهر کابل دوستان عزیز. متاسفانه که صدا زیاد است. تا صدا بگذاریم بیاین که کلاو پاچه را این طرف نشانتان بتون دوستان عزیز. ببینید کلاو پاچه را بازارش چطور گرم است. میبینین شکمبه، کلاو پاچه، گوشت کله، یعنی گوشت کله اصلا توتا داره کاکا، جگر، دل، دل از قلب از دوستان مردم دل میگن شه. بازار است که میبینین که مردم میگرده، بازار میوه و ترکاری است. این باز کیلو این چیزا میگردن بس خلاص موتر دیگه اونقدر نمیره و نمیه کلا ده پلو خشتی وی یگان داره مثلا از این موترهای نگه بیاین دوستان عزیز یا مجبور باشن که دور بخورن یا موترهای لاین باشن که اجازه برشان بده که برن و بیاین. غیر از او اینقدر رفت آمد مردم از اینو نمیکنه چون قدر کار ندارن. ترجیح میتن زیادتر اگه بخواین طرف پل محمود خان برن از فراره او برن تک میری این طرف دوستان عزیز تماما خورده فروشی است دیگه به یک حساب. یعنی مارکت الان نظر است و بعدیش مارکت سید قمر شهر کابل است. سلام و درود نثار شما عزیزان، انشاءالله که خوب و صحتمند باشین و روزگارتان به خوبی خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی در پل خشتی شهر کابل هستیم. البته شاید بگوین پل خشتی را چند روز قبل نشان ما دادی. نخیر دوستان ما تصمیم نداریم از پل خشتی دیدن بکنیم. سر صدا رو میبینین خودتون دیگه چه قضیه از دوستان عزیز. میخوایم بریم طرف جاده نادرپشتون شهر کابل، طرف جاده الکترونیک فروشی شهر کابل دوستان عزیز. متاسفانه که صدا زیاد است. تا صدا بگذاریم بیاین که کلاو پاچه را این طرف نشانتان بتون دوستان عزیز. ببینید کلاو پاچه را بازارش چطور گرم است. میبینین شکمبه، کلاو پاچه، گوشت کله، یعنی گوشت کله اصلا توتا داره کاکا، جگر، دل، دل از قلب از دوستان مردم دل میگن شه. این طرف هم میوه فروشی است دوستان عزیز. این قسمی که در تصویر میبینین این طرف بازار البته ندیده بودیم دوستان عزیز. پل خشتی از اون طرف بازار آمدیم اگر یادتان باشه. کاکا چقدر زنگک زدی کتی باسکلت. خب دوستان عزیز براتون یک چیز بگویم که این بازار نیست که موتر رو باشه، موتر نمیره، بسیار اندک یکی دوتا بره. بازار است که میبینیم که مردم میگرده، بازار میوه و ترکاری است. این باز کیلو این چیزا میگردن بس خلاص موتر دیگه اونقدر نمیره و نمیه کلا ده پلو خشتی وی یگان داره مثلا از این موترهای نگه بیاین دوستان عزیز یا مجبور باشن که دور بخورن یا موترهای لاین باشن که اجازه برشان بده که برن و بیاین. غیر از او اینقدر رفت آمد مردم از اینو نمیکنه چون قدر کار ندارن. ترجیح میتن زیادتر اگه بخواین طرف پل محمود خان برن از فراره او برن. این طرف هم دوستان عزیز دیگه بخیر از اینمی چیزک او طرف جاده نادرپشتون شهر کابل است. جاده نادرپشتون دوستان عزیز که در تصویر میبینین. ببینین بازار چطور گرم است دوستان عزیز. بازار چطور گرم است. یگان روز که ویدیو میگیرم خب طبیعتا دوستان عزیز بازار یک روز فرصت میباشه، یک روز که خب برابری است دیگه. مردم میگن چه قسم ویدیو بود؟ 2 بجه شب ویدیو گرفتی که خلوتی است. کابل چرا که خلوت شده؟ کابل خلوت نیست دوستان عزیز. برخلاف سابق بسیار زیاد هم دیربار شده، بسیار زیادتر از اون چیزی که فکر کنین. یعنی جای پای نمی باشه بسیار روزا در شهر دوستان عزیز. یگان روز که صبح وقت می باشه یا چاشت می باشه که مردم کم می باشه. در غیر از اون کاربار به صورت عادی جریان داره. مردم و کاربار خود رسیدگی میکنن. فراری ها هم روشن از دوستان عزیز. اما تو آبش هم کم کم حتما اطرافش پخش شده و باز بریم از نزدیک انشالله میبینیمش. باشه بیاییم در پیاده رو که دل دوستای ما چیز نگرده که کلن از طرف سرک میری. این طرف دوستان عزیز تماما خورده فروشی است دیگه به یک حساب. یعنی مارکت الان نظر است و بعدیش
مارکت سید قمر شهر کابل است. این مارکت الان نظر بود که گذاشتیم دوستان عزیز. ببینین بیرباره ببینین دوستان عزیز، مردم میگه مردم نیست، نفر نیست. ببینید بازار کابل چه خوب بازارش گرم است. ببینید این هم سید قمر شهر کابل است دوستان عزیز. این سید قمر شهر کابل است که میبینید که مردم در حال خرید هستند و با خاطر خرید کامپیوتر، ترمیم کامپیوتر زیاد میاد. سید قمر را یک کامگی میشناسه دوستان عزیز، کس نیست که نشناسه. امروز نام خدا دوستان عزیز دیربار زیاد است، هر روزه زیاد است. خب ما که قدر نمیم این طرف میگیم امروز زیاد است، وگرنه هر روز اینمی حال از دوستان عزیزی طرف. یخچال نوکیا دوستان عزیز، نوکیا ریفریجریتور، اگه اشتباه نکنم. نوکیا یک برند مشهور و محبوب از دوستان عزیز، خصوصا در عرصه موبایل های سنگ پای و سابق دیگه. حالا قدر کس نمیخره از موبایلش استفاده نمیکنه. طرف اون دوستان عزیز قرعه‌کشی است از امی خیرخواه مارکت. نیاره با قرعه گذاشته دیگه، کسایی که بالاتر از 5000 ابونی خرید بکنن باز شامل از این قرعه میشن. طرف پارکینگش از دوستان عزیز. این طرف ها دوستان عزیز که میادم میرسه فکر میکنیم تو ماتن هوا تغییر میکنه. با کل همامش به خاطر فراری ها بس هوای از این دور بره تا 100 متری به خاطر شمال و باد مرطوب میسازه و اینمی باز هوا را کم کم به تو سرد میکنه. یعنی دوستان از سینمای آریاناست تصویر رو میبینین. سینمای آریانا رو دیگه زیادتر مردم های قدیمی ما میشناسن و می آمدن دیگه لذت از سینما رو بردن و ما نامدی میشه. و اینی هم دوستان عزیز فراره آب یا فواره آب. ببینید دوستان عزیز هوا رو بسیار مرطوب ساخته، معلوم نمیشه ما واقعا مرطوب ساخته. خب دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه، از ویدیو لذت برده باشید. ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه تانا و الله متعال میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه تان.